سلام و عرض ادب خدمت دوستای عزیزم در پیج عاشقان تایلند. خب در ادامه بانکوک گردیه ما با این دوچرخه که اینجا قفل کردیم، الان رسیدم به یه جایی که کنار رودخونه هست و میبینم اون ورش یه حالت بازارچه مانندیه. بریم ببینیم داخل این بازارچه چه خبره، یه گزارش برای شما تهیه کنم. و اینجام بیرونش این وانتی ها این ایران میوه و اینا دارن میفروشن. این هندونه ها خیلی کوچولو و بامزه بود، نظر من جلب کرد. دونه 20 بات، 3 تاشو بخری 50 بات. اینجام نوشته، اینم صاحبشه. و در ادامه این یکی وانتیه، نگاه، نارنگی 2 کیلو 40 بات. حالا من نمیدونم الان قیمت نارنگی ایران چنده. اگر شما قیمت داریم برای من قیمت نارنگی و هندونه رو بنویسین، چون من واقعا 7-8 سال ایران نبودم، اصلا قیمت ایران خبری ندارم. این اصحاب کف میمونن دیگه، اصلا این قیمته میشنوم مخم سوت میکشه. حالا این پل خوشگل رد شیم بریم اونور رودخونه ببینیم تو داخل بازار چه خبر. اینجا یه مش سبزیجات و اینا میفروشه، بسته 10 بات 5 بات چیزای مختلف. اینجا که همه دوچرخه ها و موتوراشون اینا رو هم پارک کردن رفتن داخل بازار خرید کنن. بریم این بره پل ببینیم چه خبره. فکر کنم یه معبد هم هرچی هست این بازاره تو حیات این معبده برگزار میشه. این بازارها معمولا بازاریه که مثلا هر روز باشن نیست، این بازار هفتگی، مثلا هفته یه روز 2 روز نهایتا میان و جنس منسشون رو میفروشن دیگه. اینو مثلا این امشب اینجان، فردا شب میرن یه منطقه دیگه، یه جای دیگه. موز دسته 40 بات میشه 60,000 تومان. یا خیلی بدجور نگاه کرد، زیاد نتونستم وایسم فیلم بگیرم. تو معبد لباس زیر میفروشن، ها نمیدونم کسی تو ایران تو مسجد مثلا لباس زیر میفروشه یا نه، ولی اینجا میفروشن. نگاه، کسی هم کاری نداره، همینجا میتونی وایسی بخری. خوبه دیگه، کاریابی درست میکنن دیگه. از فضای مثلا این محیط این معبد استفاده کردن، اومدن اینجا رو چیز کردن. به این احتمال حالا یا یه اجاره ناچیز دادن یا مجانی در اختیار اینا قرار گذاشتن. اینا میان کاسبی میکنن دیگه، سرشون هم شلوغه، خوب هم میفروشن. میسته میگه 100 بات. خب یه نگاه هم به قیمت این آناناس ها بندازیم. آقا آناناس تو تایلند آناناس های خوبی هم دونه 30 بات. اینا این انبه سبزاست، کیلویی 25 بات. اینو حالا شاید کمتر دوستای داخل ایرانی میبره آشنا داشتیم، میگن پاپایا. دونه 25 بات یا کیلویی 25 بات. اینام نمیدونم چیه، چیزی بین سیب و زردالو و چیه اسمش واقعا نمیدونم. هرچه بسته 40 بات. اینجام نارنگی میده کیلویی 30 بات.
خب بچه ما یه این چیزا خریدیم. پاپایا من خریدن کیلوی 25 بات بود، یه دونه شد 20 بات، تقریبا به پول ایران میشه 30,000 تومان. اینا رو هم پرسیدم انی علی حالا رفت اسمشو پیدا کن. داره با ترنسلیت از تایلندی به انگلیسی. آقا اینه اسمش، حالا نمیدونم چی میشه. کاپونکا اسمش اینه. از دفعه بعد میگیرم حالا چون که با دوچرخم بارم سنگین میشه، تا خونه سخت بردنش. حالا اینجا چی پیدا کردم بچه ها؟ عجب بنزی. این بنزی زمانی ایران شاهکاری بود برای خودش و چه پلاک قشنگی. یادمه اون موقع که ایران این بنزا جدید اومده بود، هر کی داشت دیگه برای خودش پادشاهی بود دیگه. حالا مدلشو من خاطرم نیست، اگه مدلشو میدونین برام بنویسین تو دایرکت بفرستین. و چه پلاکی 20. بابا که الان پلاکش از خود ماشین گرونتره. اینجا پلاک روند خیلی گرونه چون که آزاد هر کسی میتونه بخواش خرید و فروش کنه. این قسمت هم این آب میوه اینا میفروشه. این آب میوه پشن فروته، خیلی ترش و خوشمزه است. انی تلای 35 بات. آب پشن فروت 35 بات. و یه چیز جالب تری هم که تو تایلند دارن، اگه تشریف آوردین یا اینجا هستین حتما تست کنین، این نیشکراست. اینو که میبینید چوب نیشکره، با اون دستگاه آبشو میگیرن میشه این. یه آب خیلی شیرین و خوشمزه درامه داره. الان آبشو میگیره، از اون ور توفالاش در میاد میشه این. آبش گرفته میشه. مثلا تگریش خیلی خوشمزه است وقتی خنکه. حالا که بنده خدا چیز کرد برامون نمایش داد، یه آبشو میخریم دیگه. آب نچگه انی تلای 20 بات. این 20 باته. اوکی وان یه کاپون کار. بچه ها جاتون خالی، یه وقت دلتون نخواد، واقعا لذیذ و خوشمزه است و میچسبه. مخصوصا وقتی که یه نیم ساعت یه ساعتی هم با دوچرخه رکاب زدی رسیدی به جای خستم هستی، واقعا چسبید. دمش گرم. انشالله قسمتون میشه میایین تایلند، حتما از این آبای میوه مختلفی دارن تست میکنید، میخورید و لذت میبرید. کاپونکا اینم 20 باتیش هم بهش دادیم. ایو تلای ایسی 20 سالش هم کاپونکا. ازش پرسیدم چند سالته؟ 20 سالش بود. اینم از جریان آب میوه. ببینید همه جور آدمی تو تایلند هست، هم کاسب اینجوری هست هم کاسب اون مدلی. یکی نشسته اینجا برای خوش یه بیزینس و کاری مثلا راه اندازی کرده با یه آب میوه 20 باتی، داره خرج خودش و خانواده‌اش، اینا اکثرا خانواده‌های پرتعدادی دارن، داره در میاره. و یه سری هم متاسفانه از روش و راههای دیگه تو بار و کلابا اون مدلی خرج خودشون در میارن. ولی آدم سالم هم که دختری که 20 سالش باشه و سالم هم زندگی میکنه تو این کشور زیاد. همین میتونست بره تو دیسکو کلابا کار کنه، شبی 5 تا 10 تا در بیاره، ولی یه لقمه نون حلال و این مدلی رو ترجیح میده به حالا کارهای اون مدلی دیگه.
بچه این دسرام خیلی خوشمزه است. اینا هم اگه جای دیدین حتما امتحان کنین. اینا ملون ها طالبیه با شیر نارگیل اینا قاطی میکنن میفروشن. قیمتش معمولا 10 20 بته. الان این مدلیا 10 بته. انی طلای 10 بته. اینا هم 10 بته. اونوری هم 10 بته. خیلی خوشمزه است. حتما اومدین تشریف آوردین امتحان کنین. اینجا آناناس پوست گرفته. این آناناس ریزاست. دونه 55 و دو تا بخری 100. این برم دوباره میوه فروشی و این داستانه. این یه خود میوه‌اش فانتزی داره گرونتر، مثلا انبه کیلویی 90 بات. این انگورای خوشگل داره کیلویی 220 بات. یا این یکی انگورا از 180. بچه من دوباره برای بار چندم تو استوریا میگم یا قیمت ها رو میگم خودتون دیگه ضبط داره 1500 600 تومان کنه قیمت حدودیش در میاد دیگه. اینجا یه جالب دیگه هست، برنج اینجوری میفروشن تو بازار روزا. مثلا برنج اینجوری بسته بندی کردن، معمولا بسته 5 بات 10 بات پخته شده آماده. طرف میخره مثلا با غذا، مثلا با اینجور چیزا میخره میبره خونه میخوره. یه خونه غذا درست نمیکنن دیگه، اینا معمولا بیرون غذاشون تهیه میکنن. اینم دوباره دسرای دیگه است. خوراکی موراکی چیز خوشمزه زیاده. این شیرینیاشون هم خوشمزه است با طعمای مختلفه. اینا سبک شیرینی ایرانه. اگه بگیره من یادمه کوچیک‌تر که بودیم این شیرینی مثلا برای عیدا میگرفتن، خوشمزه بود. حالا اینجا مثلا با بادوم زمینی و کنجد ایران مثلا با بادوم هندی بود چیزایی. این هم داریم با بادوم هندی و کنجد سیاهه. بسته 50 بات 25 بات 70 بات قیمتای مختلف داره. این برم گوشت خوک و اینا میفروشه دیگه، قصابیه. بچه تو این بازار روزا همه چی پیدا میشه، یعنی هر چی فکرشو بکنی اینجاها پیدا میشه. نمیخوام خیلی استوریا طولانی شه، سریع من یه سری چیزا گذر میکنم، چیزی که جالب تره براتون استوری میکنم. این شیرینی هم خیلی خوشمزه است. این شیرینی هم روتی ماننده، خیلی خوشمزه است. این هم که موز خوش شده است دیگه. این موز خوش شده است، حالت چیپس شده دیگه. آره این موزه خوش شده است، مثلا حالت چیپس ماننده دیگه. اینا فکر کنم اردکه. این برم ماهی داره سرخ شده آماده میفروشه دیگه. ولی بچه ها روغنش رو نگاه کن چقدر کثیفه، سیاه سیاه روغنش. فکر کنم یه سال روغن عوض نکرد. ماهیام حالا من 50 بات ایناست. اینم باز یه میوه دیگه است. کدو حلواییه، به چی میخوره من نمیدونم. اینجام دوباره مرغ سرخ شده است دیگه، حالت KFC مانند خودشون سرخ کرده آماده. اینجا برنجم پخته شده آماده بسته بندی دارن. حالا هر کی با برنج بخواد. اینا معمولا مثلا غذا رو با نون نمیخورن دیگه، برعکس ما ایرانی‌ها مثلا با نون خیلی چیزی میخوریم. اینا همه چی رو با برنج میخورن، حتی صبح از خواب بلند میشن صبحونه برنج میخورن، حالا با غذای خودشون. اینا ما به نارنگیه 20 بات. کاپون کرد. آها اینجا این چیزا داره. این ماهیام خیلی خوشمزه است، اومدین امتحان کنین. اینا رو نمک مال میکنن
بعد اینجوری روی این زغالا میپزن، روی این زغالا میپزن. حالت مثلا سالم تریه دیگه، با روغن پخته نمیشه. دونه این زده 120 بات. اوه ببینید چی پیدا کردم. من عاشق این ذرتشون هم بچه‌ها، خیلی خوشمزه است. الان من اینا رو ازشون میخرم، این استوریه رو بگیرم برمیگردیم ازش میخرم. ذرتشون واقعا عالیه. این هم میوه‌های پوست کنده شده آماده میفروشه. این برم اینا میفروشه، نمیدونم چیه. اینا حالت سوسیس ماننده. اینا گوشت و نمیدونم یه سری چیز قاطی میکنن تو این حالت روده های طبیعی چیزه میذارن، بعد کباب میکنن. بعضیش من گرفتم خوشمزه است. اینم میوه چیزه، جک فروته. یعنی جک فروت، جک فروته. ببینید خیلی میوهش بزرگه ها. این مثلا نصف میوه است، داره پوست میکنه خودش، میریزه اینجا. کیلویی میفروشه. حالا بکنم کیلویی 40 بات باشه. این برم باز بساط باربیکیو به پای. اینا اسکوید اینجور چیزاست دیگه، سوسیس و همه چی داره دیگه. خب دوستای عزیز، نمیخوام دیگه بیشتر از این استوریات بیشتر بشه، طولانی بشه، خسته کننده میشه دیگه. این برم تقریبا همون خرت و پرته اون برا دارن دیگه. اسکوید این چیز میزاست. این برم سریع نگاه بندازیم و دیگه انشالله استوری امروز رو پایان میدیم. موضوع چقدر خوب بچه ها، 40 بات. حیف که با دوچرخه اومدم، نمیتونم اینا رو بخرم ببرم، سنگین میشه بار. خب امیدوارم روز خوبی داشته باشین. تا استوری بعدی همه شما دوستان عزیز به خدای بزرگ میسپارم.